میدونستی اگه توی جی تی ای یه دونه از این ماشینا برداری و پشتشو بدی بالا و وایسی تا یه ام پی سی بدبخت بیفته توی دام، جاذبه میگه چه جالب. بعدش که ام پی سی مذکور به آخر دام رسید، جاذبه میگه حاجی گفتم منو نگرفته. مورد بعدی دیگه واقعا یه باگ مسخره است. کافیه یه دونه از این موتورا ورداری و بری به یکی از این بچه محلای ننه مردتون بگی با خانواده کار میکنی رفیق. اون بدبخت بی خانواده هم که سرش با تهش بازی میکنه قبول میکنه. اسکل. بعدش که سوار میشه میفهمه که shit here we go again. ولی دیگه کار از کار گذشته و عمو سی جی کارشو کرده و حسابی اون بدبخت رو اسکل کرده. البته تا وقتی که دهنش نجنبه. بلادی یعنی سرم بره رفیقم نمیره، اگه با کسی بعده بس بره کفن بگیره، بیا ریسپک بده میذاریم